دوره‌های آموزشی زیادی در زمینه کشف و بروز خلاقیت وجود داره که این روزا همچین بگی نگی بازارشون داره داغ و داغ‌تر هم میشه. خیلی تو بعضی کلاس‌ها میگن اولین چیزی که به ذهنت میرسه رو بریز دور، چون کلیشه‌ای ترین چیز ممکنه. چی شده؟ تو بعضی کلاس‌های دیگه هم میگن اولین چیزی که به ذهنت میرسه بهترین چیزه، چون نابترین ایده ها و فکرها در همون لحظه اوله که شکل میگیره. یا مثلا بعضیا میگن داشه گلم، این محدودیته که خلاقیت میاره و اصلا تا محدودیت و مشکلی وجود نداشته باشه که خلاقیتی به وجود نمیاد. قربونت برم. نه بابا. و از طرفی هم یه عده دیگه معتقدن که آقا این چه حرفیه؟ برای بروز و ظهور خلاقیت باید آزاد بود، نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشه و محدودیت‌ها باعث کور شدن ذوق و خلاقیت آدمیزاد میشه. اینا رو چی میگی؟ حالا واقعا جواب درست چیه؟ اگه به زندگی واقعی خودمون یه نگاهی بندازیم و روند خلاقیت‌هایی که دور و برمون اتفاق افتاده رو یه بررسی ریزی بکنیم، شاید بتونیم یه جورایی به جواب برسیم. جوابی که میتونه ما رو در مسیر درست هدایت کنه تا یه آدم خلاق و خفن ازمون در بیاد. بله. برای رسیدن به جواب سوال خلاقیت چیست و برای اینکه خدایی نکرده تفاهم خلاقیت نزنی، چی؟ داخل پرانتز مثل اینایی که به جای لباس گونی کثیف مسیف میپوشن و بعدم فکر میکنن الان خیلی هنرمند و خلاقن. چی؟ شاید بهتر باشه از روش مهندسی معکوس استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگیم خلاقیت چیه، بگیم خلاقیت چی نیست. البته باید یادمون باشه که یوهو فاز دانای کل بر نداریم و به هر کسی رسیدیم بگیم به این کارا که خلاقیت نمیگن. چی شده؟ خلاقیت یعنی فلان و خلاقیت یعنی بیسا. ببینید دوستان، بله. هرچی باشه بالاخره هر راهی و هر کاری یه شروعی داره و هیچ کس از روز اول استاد تمام نبوده. نه بابا. باید حواسمون باشه هی نزنیم تو ذوق این و اون و خلاقیت و ذوقشون رو کور کنیم. و البته اگرم خدایی نکرده کسی با ما همچین رفتاری داشت، ناامید نشیم و با انگیزه به مسیرمون ادامه بدیم و سعی کنیم تجربهمون رو کامل کنیم. حالا چه خدایی نکرده با شکست مواجه بشیم و چه ایشالله با موفقیت. خلاصه که حرف و حدیث تو این زمینه زیاده و هر کسی طبق تجربه خودش یه تعریفی از خلاقیت و روند بروز و ظهور اون داره. عجب. اما دیدین بعضیا میرن پنکه خونه رو درست کنن، 4 تا پیچ و 3 تا سیم و 1 پره و 7 تا دکمه اضافه میارن؟ خلاقیت شاید اولش یه جورایی با خراب کردن شروع بشه، اما آخرش حتما باید با ساختن و جایگزین بهتر دادن تموم بشه. یعنی یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. بله اینجوری هست. باشگاه امید.